دیروز روز جهانی کمک‌های اولیه بود. روزی برای یادآوری اینکه یک حرکت کوچک میتونه جان بزرگی رو نجات بده. کمک‌های اولیه فقط یک مهارت نیست، یک فرهنگ انسانیه. یعنی بدون هیچ چشم داشتی دستمون رو برای یاری دیگری دراز کنیم. دیروز همچین فرصتی بود برای قدردانی از امدادگرانی که در دل حادثه ها اولین کسانی هستند که حاضر میشن. با دل مهربون و دستانی پر از امید. چه زیباست بدونیم حتی یک باند ساده، یک لبخند و یا گفتن من کنارت هستم میتونه قلبی رو آروم کنه.